نمیکنه، اما بعضی از جوانها عورت خود را رعایت نمیکنن. برادران ورزشکار ما، اونهایی که ورزش میکنن، ورزش از نظر دین مبین اسلام هیچ مشکلی نداره، ورزش بر علاوه که مشکل نداره، میبینیم امتیاز یک پیامبر خود را در قرآن الله سبحانه و تعالی بیان میکنه، میگه زادته العلم والجسم، ما برای این پیامبر علم دادیم و جسم قوی دادیم. جسم قوی به نزد الله با ارزشتر هست از جسم ضعیف. اینها همه امتیاز ورزش نشان میده. اما این که برادران ما کشف عورت میکنن، این خیلی جای درده. حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا میت. به نزد جمهور فقها ران جز عورت، از آینک زانو بالاتر جز عورت و اون آینک زانو جز عورت. اما جوانان ما میبینیم که کشف عورت میکنن. کشف عورت از جمله گناهان کبیره. در این حدیث پیامبر اسلام میفرمایند که شما نمایان نکنید ران خود را، از زانو به بالا، از آینک زانو کشف نکنید. ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت، تا حتی به پای مرده و پای زنده، یعنی به آینک زانوی مرده و زنده نگاه نکنید و نظر نکنید. پس اینه که باید برادرها هم متوجه باشن. تنها قضیه حجاب تعلق به خواهرها نداره، باید جوانان ما هم جوانان با حجابی باشن.